الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند قادر متعال را سپاسگزار هستم که برای من توفیق داد تا در برنامه دیگر از برنامه راهنمود سنت به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی قرار داشته باشم. بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه در برنامه گذشته به خدمت شما عزیزان بیان کردم که در این برنامه ان شاء الله در مورد ذم و نکوهش بدعت از دیدگاه احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، البته پاره از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را به خدمت شما عزیزان بیان می کنم و ان شاء الله در این برنامه به کمک و توفیق پروردگار سبحانه و تعالی به این موضوع خواهیم پرداخت که بدعت در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چه جایگاهی را دارد و آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم بدعت را تعریف کردند یا بدعت را رد نمودند. چنانچه ما در برنامه‌های گذشته پیرامون بدعت صحبت‌هایی کردیم و عزیزان و بینندگان گرامی ما بدعت را به درستی ان شاء الله شناختند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث خود ما را از بدعات برحذر می دارند و ما را متوجه می کنند که شما نسبت به بدعت بیگانه باشید و بدعت را از خود دور کنید و از بدعت دور باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت می کنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. این حدیث را امام مسلم روایت کردند در حدیث شماره 1718. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث می فرمایند که کسی که چیزی را پدید بیاورد در دین ما در حالی که در دین ما آن وجود نداشته باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند فهو رد، این رد است، این باطل است، جایگاهی در شریعت ندارد، جایگاهی در دین ندارد. دین، قرآن، اسلام و پیامبر، این چیزی که در دین اضافه شده در حالی که در دین وجود نداشته، این را به رسمیت نمی شناسند و این را به عنوان یک چیز باطل تلقی می کنند. این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست بر رد کسانی که بدعت را برای خود عبادت می دانند، بر رد کسانی که بدعت را دین می پندارند، بر رد کسانی که فکر می کنند بدعت بسازند به خدا تقرب می جویند و توسط این بدعت به الله نزدیک می شوند. این پندار غلط و این پندار اشتباه آنها را در این حدیث مورد نکوهش قرار می گیرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم با لفظ صریح فهو رد می فرمایند که این باطل است، رد است و جایگاهی ندارد. چیزی که کسی بیاید اضافه بکند در دین و فکر کند که این بدعت، فکر کند که این کار خوبی هست، فکر کند که این سنتی هست که دارد انجام میدهد، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این انسان عملش رد است، عملش رد می باشد. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه حدیثی روایت می کند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، می فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطبه خواندند، بعد حمد و ثنای پروردگار متعال جل جلاله را گفتند و بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. فرمودند که هر کسی را که خدا هدایت بکند گمراه کننده برایش وجود ندارد و هر کسی را که خدا گمراه کند هدایت کننده برای او وجود ندارد. بعد فرمودند و خیر الحدیث کتاب الله،
بهترین سخن الله سبحانه و تعالی است که قرآن عظیم الشأن هست و کتاب الله هست. قرآن بهترین حدیث و بهترین سخن است. انسانی که میخواهد بهترین سخن را بداند، همان سخن الله تعالی هست. سخن الله تعالی که در کتابش، در غالب کتابش که همان قرآن عظیم الشأن هست قرار داره، بهترین سخن و بهترین کلام هست. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در ادامه: و خیر الهدی هدی محمد، بهترین هدایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند. بهترین هدایت است که محمد صلی الله علیه و سلم برای امت خود آوردند. بعد فرمودند که و شر الامور محدثاتها، بدترین امور و بدترین کارها چیزهای نوپیدا هست، چیزهایی که نو به وجود می آید. بعد فرمودند و کل محدثة بدعه، هر نوپیدای بدعت هست، نوپیدای در دین، چون سخن ما در دین هست، ارتباط به دین می گیرد. و حدیث قبلی که در صحیح مسلم آمده بود این موضوع را برای ما واضح می نمود، مشخص کرد. در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و کل بدعت ضلاله، هر بدعتی گمراهی هست، هر بدعتی سرانجام گمراهی و ضلالت می باشد. همچنان که ما در برنامه‌های گذشته هم به این موضوع مفصل پرداختیم. این حدیث با الفاظ متفاوت در کتب صحیح حدیث آمده، اما آنچه که لفظی که ما آن را بیان کردیم در سنن کبرای بیهقی آمده، حدیث شماره 5800. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم امت خود را خبر می دهند از اینکه انسانهای مبتدع در آخر الزمان پیدا می شوند که باعث گمراه کردن مردم و باعث به فتنه انداختن مردم هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. پیامبر علیه السلام می فرمایند در آخر الزمان انسانهای دجال، انسانهای فتنگر، انسانهای دروغگو به وجود می آیند و برای شما احادیث و سخنانی را از پیش خود می سازند و می گویند که شما هم نشنیدید و پدران شما هم نشنیدند. یعنی کارهایی را انجام می دهند که و سخنهایی را می گویند که نه شما شنیده اید و نه هم پدران شما. البته در اینجا یک نکته را بگذارید که برای بینندگان گرامی بیان بکنم و آن این که بعضی از مردم برای اهل سنت امین سخن را میگویند، برای کسانی که اهل سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند و تبلیغ به سنت پیامبر میکنند، میگن شما سخنهایی را میگویید که نه ما شنیده ایم و نه پدران ما. منظور حدیث این کسان نیست، بلکه منظور حدیث کسانی است که این اشخاص و افراد بدعات را میسازند، انسانهای دجال و کذاب که هیچ کس نشنیده. حتی صحابی که در زمان پیامبر علیه السلام بوده، بعد از این که این انسانهای مبتدع به وجود آمدن، صحابی تعجب میکنه که من همچون چیزی از پیامبر نشنیدم. ما در روایات داریم که صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بعضی از کارها را میدیدن، بعضی از سخنها را میشنیدن، میگفتن ما از رسول خدا نشنیده ایم همچون چیزی را، ما صحابه پیامبر بودیم همچون کاری را از پیامبر ندیدیم، ولی نمیدانیم چرا شما این کارها را انجام میدیم، نمیدانیم چرا شما همچون سخنهای را میگویید. این انسانهای دجال و کذاب بدعت میسازند، بدعت میتراشند، مبتدع هستند، از پیش خود دین برای مردم میسازند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه این حدیث میفرمایند که شما از اینها دور باشید، اینها شما را به گمراهی میاندازند، شما را به فتنه میاندازند، از اینها دور باشید، فرسخها از اینها خود را دور کنید. از انسان مبتدع، از انسانی که در بدعت دوچار شده، از انسانی که در ورطه بدعت افتاده، باید انسان دور باشه و الا سرانجام انسان مثل او مبتدع میشه و مثل او انسان گمراه میشه یا در دین خود به شک میفته. اگر انسان با انسانهای مبتدع، با انسانهایی که بدعتی هستند، انسان سر و کار پیدا بکنه، احساس میکنه که واقعیت ای هست و در دین خود احساس کمی میکنه. این انسان فکر میکنه که دین کمی داره، این انسان فکر میکنه تا حال در اشتباه بوده، در حالی که در واقعیت بوده، در حق بوده. به همین اساس انسانهایی که با اهل بدعت نشست و برخاست میکنن و از علم کافی برخوردار نیستند، سرانجام به گمراهی کشانده میشن. اما اهل علم بحث آنها جدا هست.
اهل علم با اهل بدعت بنشینند برای هدایت آنها، بنشینند با اونها مناظره بکنند، صحبت بکنند، اشکال نداره. اما مردمی که حد کافی علم ندارن و حتی مشکلاتی که در درون و در وجود خود آنهاست نمیتونن حل بکنن از نظر علمی، آنها وقتی در نزد اهل بدعت بنشینن و با اهل بدعت انس بگیرن و سخنان اهل بدعت را بشنون، بدون شک تأثیر بردار میشه و باعث گمراهی خود آنها میشه. پس بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما از اهل بدعت و از انسانهایی که سخنها و کارهای جدیدی برای شما پدید میآورند که اصلا وجود نداشته، از اینها پرهیز بکنید، از اهل بدعت دور بشوید، از بدعت آنها بیزاری کنید. چنانچه پیامبر علیه السلام در حدیث دیگه میفرمایند که ایاکم و محدثات الامور، شما از کارهای نوپیدا و از کارهایی که جدید به وجود میآید و اینها در دین جایگاهی نداره، ارزشی نداره از نظر دینی، پیامبر علیه السلام میفرمایند شما از اینها خود را دور کنید، از اینها دور باشید، چرا که باعث فتنه انسان میشود، باعث افتادن انسان در ورطه گناه و در ورطه بدعت میفته، یا اینکه انسان در دین خود به شک میفته وقتی که کارها و اعمال خلاف اهل بدعت را ببیند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند شخص بر دین دوست خود هست. هر کسی که با کسی نشست و برخاست بکند، با رفیق و با دوستی نشست و برخاست بکند، بدون شک خاصیت او را برای خود میگیرد، او خواسته باشه یا نخواسته باشه. وقتی با انسان خوبی بنشینه، ان شاء الله که خوبی به سراغ او خواهد آمد. اگر با انسان بدی بشینه، با انسان بد و با انسان بد اخلاق و بد اعمال بشینه، بدون شک انسان آهسته آهسته تأثیر بردار میشه از عملکرد او شخص. همچنان که در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند انسان خوب مانند عطار هست، وقتی شخص به پیش او برود یا از عطر او میگیرد یا از بوی عطر به وجود او میآید و به هر حال به مشام او همچنان عطر خوب میآید و بوی خوب و بوی خوش میآید. ولی انسانی که در زندگی خود با انسانهای بد عمل و بد کردار نشست و برخاست میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در واقع انسان بد مثل آهنگره، دوست بد مثل آهنگره. وقتی پیش او بروی یا بوی بد به مشام تو میآید یا لباسهای تو را سوراخ میکند و میسوزاند. پس انسان مبتدی رفیق بد و رفیق خوبی نیست برای انسان. انسانهایی که در حد کافی از علم برخوردار نیستند باید از انسانهای مبتدی پرهیز بکنند، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما از اینها پرهیز بکنید، از اینها پرهیز کنید، از این انسانهایی که دروغ میگویند، انسانهایی که دجالند، انسانهایی که کذابند، انسانهایی که از خدا نمیترسند، انسانهایی که همیشه به دنبال فتنه انگیزی و به دنبال بدعت تراشی هستند و دین خود را بر اساس بدعت گذاشتند، اندیشه خود را بر اساس بدعت گذاشتند، فکر آنها، عقیده آنها بر اساس بدعت گذاشته است. از این انسانها پرهیز کنید. در حدیث دیگری که حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص میگه که من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیامبر علیه السلام فرمودند الله سبحانه و تعالی علم را بر نمیدارد از قلب علما، بلکه علم توسط قبض علما و فوت علما برداشته میشه. بعد پیامبر علیه السلام میفرمایند تا جایی که این علم این گونه نیست که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این را برای ما میگه که علم از قلبها کشیده نمیشه، از قلبها کشیده نمیشه، بلکه این به شکل است که به شکل از بین بردن علما علم از بین می رود. علمای ربانی، علمای واقعی وقتی که از دنیا می روند، علم از وسط مردم برداشته میشه و چیزی به نام علم در میان مردم به وجود باقی نمیمانه. آنچه که در قلب علما هست آن برداشته میشه از وسط مردم و از وسط علما. این عالم وقتی فوت کرد، علم هم توسط او برداشته میشه. توسط برداشتن علما الله سبحانه و تعالی علم را از قلب مردم میکشه بیرون. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه میفرمایند که تا زمانی که هیچ عالمی باقی نمیماند و مردم چیکار میکنند؟ به دنبال رئیس ها و رهبران دینی که خود آنها نمیدانند، جاهل هستند، به دنبال آنها میرن، از اونها سوال میکنن، آنها هم مفتی میشوند، برای مردم فتوا میدهند. پس چیکار میکنن؟ هم خود را گمراه میکنن، هم مردمی که از اونها سوال میکنن اونها را گمراه میکنن.
ما امروز در جامعه خود این اشخاص را داریم، کسانی که آنها فتوای بیجا میدهند، فتوای بدعت میدهند، فتوای گمراهی برای مردم میدهند. از علم سر آنها باز نمیشه، از سنت پیامبر سر آنها باز نمیشه، از کتاب خدا سر آنها باز نمیشه. نشستند به نام مفتی، به نام عالم، برای مردم فتوا میدهند. البته منظور ما این نیست که به نام عالم هر کس که عالم بود، به نام مفتی هر کس که مفتی بود. نه خیر، منظور ما جاهلی نیست که در نام مفتی و در نام عالم خود را جای زدن و برای مردم فتوای بدعت میدهند، مردم را به سوی بدعت فرا میخوانند، خود را شیخ معرفی میکند، خود را عالم معرفی میکند، خود را رهبر مردم معرفی میکند، خود را مرشد معرفی میکند، ولی یک انسان جاهل تمام عیار هست، هیچی نمیداند، از سنت آگاه نیست، از کتاب خدا آگاه نیست، از چیزی آگاه نیست، از واقعیت آگاه نیست، مردم را به سوی بدعت فرا میخواند. الله سبحانه و تعالی امت اسلامی را شر اینها نجات بده. بحث ما همچنان ادامه داره. اجازه بدین که وقفه از اتاق فرمان بگیریم. ان شاء الله بعد از وقفه ادامه بحث را به خدمت شما بینندگان گرامی بیان خواهم کرد. حضرت پیغمبر خدا به حضرت عایشه چقدر محبت دارد، لذا روزی که روزی حضرت عایشه فرمان روایی و مملکت و پادشاهی و ملک من چیز زیاد نمیشه. خداوند و رسولش فرموده اند به اتمام رسیده باشد. و حدیث نواس بن سمعان. اجازه بدید قبل از اینکه این حدیث رو بیشتر باز کنم، به سال حق، ندای حقیقت. و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. و الله به فرمان خویش حق را تحقق می بخشد، هرچند برای مجرمین ناخوشایند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، قبل از میان برنامه به خدمت شما عزیزان مطالبی را بیان کردیم در مورد کسانی که در آخر الزمان پیدا میشن، انسانهایی که بعد از این که علما وجود ندارند و علما را خداوند جل جلاله از میان برمیداره، انسانهای جهال، انسانهای نادان میآیند برای مردم فتوای گمراهی میدهند و خود را عالم برای مردم معرفی میکنند. حالا سخن ما اینجاست که بینندگان گرامی، ما عالم را باید از غیر عالم بشناسیم. کسانی که فتوای حق میدهند بر اساس قرآن، بر اساس سنت پیامبر علیه السلام، بدون شک خوب بحث اینها جدا هست. اینها علما هستند، اینها در پیشگاه خدا ارزش دارند، مقام دارند و اینها دارای جایگاه خاصی در پیشگاه خدا و در پیشگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهند بود. اما کسانی که به نام علم خود را جای میزنند در میان مردم و فتوای غلط و فتوای بدعت میدهند، در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنها برحذر داشته شده. پیامبر علیه السلام میفرمایند اینها گمراه هستند، ای مردم مواظب باشید که شما را گمراه میکنند. شما را گمراه میکنند، فتوای غلط میدهند. تمام استناد آنها به داستانهای واهی است، تمام استناد آنها به سخنهای واهی است که حتی خود آنها هم نمیدانند از کجا میگویند، از کجا میشنوند، اینها را نمیدانند. این انسانها گمراهند و مردم بیچاره را هم گمراه میکنند. انسانهای مبتدی هستند، انسانهایی هستند که به دنبال تشویق مردم به سوی بدعت و به سوی خرافه هستند. حالا نامش هر چی که میخواد باشه، این مهم نیست. این حدیث در صحیح بخاری آمده. رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه برای امت خود دستور می‌فرمایند. صحیح بخاری حدیث شماره 100. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما موضوع دیگری بیان می‌کنند، برای اینکه ما احتیاجی برای بدعت نداریم. ما را متوجه می‌کنند که شما احتیاجی برای بدعت ندارید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند قد ترکتکم علی البیضاء، من شما را بر راه روشن و واضح و آشکار شما را گذاشتم. لیلها کنهارها، پیامبر میفرمایند شبش مانند روزش چنان روشن هست.
این راه روشن سنت پیامبر علیه السلام، راه و روش پیامبر علیه السلام هست. پیامبر میفرماید لا یزیغ عنها بعد الا هالک، هیچ انسانی از این راه منحرف نمی شود مگر انسان هالک، انسانی که هلاک شده، برباد شده، انسانهای برباد، انسانهای هلاک از بدعات پیروی میکنند. ورنه راه رسول خدا صلی الله علیه و سلم که خودشان میفرمایند، روش پیامبر علیه السلام که خودشان میفرمایند من شما را بر راه روشنی گذاشتم که شبش مانند روزش روشن هست، چی نیاز انسان برای بدعت دارد؟ چی نیاز انسان پیدا می کند که باید بدعت تراشی بکند؟ جز این که وسوسه شیطان در وجود شخص بیاید، جز این که انسان خود را روسیا و بدبخت دنیا و آخرت بکند. ورنه انسانی که واقعا از دین باخبر باشد، از قرآن و از سنت پیامبر علیه السلام آگاهی داشته باشد، امکان ندارد دنبال بدعات برود. نیازی نمی بیند برای اینکه دنبال بدعات برود. چی نیازی می بیند؟ وقتی الله میگه من چیزی را ترک نکردم، دین را تکمیل کردم، وقتی پیامبر علیه السلام میگن هیچ چیزی را من برای شما نگذاشتم مگر اینکه گفتم، شما را بر راه روشن گذاشتم، پس چی باقی میمانه؟ چی باقی میمانه جز وسوسه شیطان؟ جز فتنه‌گری در میان امت اسلامی و جز گمراه کردن امت اسلامی چی نیازی باقی میمانه برای که ما بدعت در میان مردم بتراشیم و بدعت برای مردم بسازیم؟ مگر دین خدا کافی نیست؟ مگر سنت پیامبر برای ما کافی نیست که باید دست و چنگ ما به بدعات باشه، به خرافات باشه؟ عجیب است. انسان تعجب میکند به اهل بدعت و با این عقل گنجشکی آنها، با این عقل کم آنها که چقدر انسانهای نادانی هستند اینها که دنبال بدعت میروند ولی سنت پیامبر علیه السلام را ترک میکنند. در حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما میفرمایند که فمن احدث فیها حدثا، کسی که در مدینه و در حرم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن چیز قرار دادن حرم، کسی بیای حدث و بدعتی را بتراشه و بدعتی را اضافه بکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند او آوا محدثا، یا کسی بیای انسان بدعت گذاری را در مدینه پناه بده، بدعتی ایجاد بکنه، یا شخصی بیای در مدینه بدعت گذاری را، انسان مبتدع را جای دهد، پیامبر علیه السلام میفرمایند فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، برای انسان لعنت خدا، لعنت ملائکه و لعنت جمیع انسانهای نیکوکار می باشد. این انسان مورد لعنت خدا قرار می گیرد. انسان مبتدع، انسانی که بدعت می تراشد. علما می فرمایند این حدیث صحیح است که در مورد مدینه منوره گفته شده، ولی عام است. هر انسان مبتدع، هر انسانی که بدعت می گذارد در تحت این حدیث پیامبر علیه السلام قرار می گیرد. انسان مبتدع مورد لعنت و نفرین الله تعالی هست. انسان مبتدع مورد لعنت و نفرین فرشتگان الله و ملائکه الله هست. و انسان مبتدع و انسانی که بدعت گذار است و انسانی که بدعت گذاری را جای می دهد، از او دفاع می کند، دفاعی از بدعت، دفاعی از انسان مبتدع، انسان که بدعت میگذاره، همچنان است. لعنت خدا، لعنت ملائکه و لعنت جمیع انسانها برای شخص است. بر کدام شخص؟ انسان مبتدع و انسانی که از مبتدع دفاع می کند و مبتدع را جای می دهد و آن را پناهنده می کند پیش خود. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه می فرمایند که خداوند متعال جل جلاله در روز قیامت نه عبادات نفلی او را قبول می کند و نه عبادات فرضی او را قبول می کند. در حق او عباداتش هم از بین می رود. انسان مبتدع و انسانی که مبتدع را جای می دهد، انسانی که از مبتدع دفاع می کند. بینندگان گرامی، ما از اول احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را به خدمت شما بیان می کنیم. این احادیث واقعا تکان دهنده است به انسانی که اندک فکر بکند، اندک توجه بکند که خطر بدعت در میان امت اسلامی چقدر زیاد هست. از این احادیث
خودش برداشت میکند که خطر این مرض مهلک و خطرناکی که در میان جامعه ما متاسفانه امروز شیوع کرده و در میان جوامع اسلامی به وجود آمده، انسان احساس میکند، انسان درک میکند که بدعت چی خطرهایی دارد که این همه تأکید قرآن عظیم و شان، این همه تأکید رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به این موضوع هست. صحابه پیامبر و بزرگان دین هم همچنان در مورد این خطر بزرگ ما را متوجه کردند و ما را برحذر داشتند از این خطر بدعت و انسانهای مبتدع را سخت کوبیدند که ان شاء الله در برنامه بعدی ما به این موضوع خواهیم پرداخت که صحابه پیامبر علیه السلام، اقوال بعضی از صحابه و بعضی از بزرگان را به خدمت شما بیان خواهیم کرد که آنها در مورد بدعت و اهل بدعت چی میگویند. بنابراین بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت از برنامه از خدمت شما عزیزان خداحافظی میگیریم و رخصت میشویم تا برنامه بعد. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.